همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ که از 17 تا 19 فوریه در شهر مونیخ برگزار میشه و همچنین حضور سخنگویان جنبش دموکراسی خواهی ایران، جمعی از ایرانیان مقیم آلمان و همچنین کشورهای اطراف تجمعی رو در شهر مونیخ برگزار کردن و طی اون اعتراض خودشون رو یک بار دیگه به سرکوب جنبش انقلابی مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی اعلام کردن. در این تجمع که خب این بار به همت طرفداران پادشاهی خواهی برگزار شده بود، شعارهایی سر داده شد که در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی بود و همچنین یادی شد از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و همچنین کشته شدگان این جنبش از جمله مهسا امینی و همچنین نیکا شاکرمی و دیگر ایرانیانی که در خیزش انقلابی جانشون رو از دست دادن و به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدن. خب در کنار این تجمع همچنین خواسته هایی مطرح شد، از جمله اینکه جامعه بین‌المللی که حالا بیش از 150 نفر از مقامات عالی رتبه اون در شهر مونیخ جمع شدن و طی 3 روز گفتگوهای مفصلی خواهند داشت، صدای اعتراض مردم ایران رو بشنون و از جنبش دموکراسی خواهی در ایران حمایت بکنن. خب همچنین اونطور که اشاره شد، سخنگویان جنبش دموکراسی خواهی از جمله شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و همچنین نازنین بنیادی هم در این کنفرانس حضور دارن و قرار هستش که در پنلی که روز شنبه برگزار میشه شرکت بکنن و خب صدای انقلاب مردم ایران خواهند بود و در اونجا میتونن که خواسته های مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونن، خواسته هایی که بخشی از اون رو جامعه بین‌المللی متوجه شده و خب حاصل اون تحریم هایی بود که طی 5 ماه گذشته علیه جمهوری اسلامی و همچنین نهادهای اون اعمال شد و این انتظار میره که در هفته آینده هم که نشست شورای روابط خارجه اتحادیه اروپا هست، تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه. این نکته هم اشاره بکنم که به هر حال دعوتی که شده از این 3 نفر دعوت رسمی بوده و از سوی آقای کریستوف هویسکن رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام شده و قرار هستش که در واقع در این نشست که با حضور سران و همچنین مقامات ارشد کشورهای مختلف خواهند بود، صدای دموکراسی خواهی ایران از سوی این 3 نفر اعلام بشه. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. یه حرف ساده که تموم حرفه، یه بغض کهنه که عمیق و ژرفه. برای آدما سرود باور، برای دیکتاتورها وحشت آور. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. یه سرزمین سرود آشنایی، پر از صدای روشن رهایی. یه سرزمین میونه خون و خنجر، میخونه از همیشه پرتوان‌تر. چه رهبر، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. چرا از خشم شبانه پر کن، وطن رو از نور و ترانه پر کن. مردم ما نبد میخوان نبدتر، جهان بیا بشنو حرف آخر. برای آزادی و پرکشیدن، برای شوق رفتن و رسیدن، برای لاله های سرخ پرپر، به جنگ عاشقانه ای دلاور. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.